صحبت یک صمیمی است. سهراب جان، یک روز بود ما با دوستان به خریداری گوسفند رفتیم و یک چراگاه بود. از آنجا گوسفند را وقتی خریداری میکردیم، یکی از برادران، یکی از دوستان گفتند که خب انتخاب کن کدامش بهتر است، کدامش برای تو پسند است. و خب به موافقه رسیدیم. یک نفر داخل به همان چراگاه شدند و گفتند که به سوی همان گوسفندان اشاره کرده گفتند کدامی از شما بهشت میخواهید، کدامی از شما بهشت میخواهید بیا. یعنی به گوسفند اشاره کرده گفت آیا در بهشت گوسفند میشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در بهشت گوسفند میشود. در حدیث ها آمده است که گوسفند از مال بهشت است. و درباره گوسفند نیز بسیار حدیث ها آمده است و همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز چندین بار اشاره ها شده است. ذبح گوسفند، یگان معلومات درباره گوسفند میگفتید؟ در هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر گوشت گوسفند را دوست می داشتند. بنابراین یا یهودی زنک وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان را مهمان کرد، پرسیده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گوشتی را دوست می دارد. گفتند که گوشت گوسفند. بعد باز پرسید که کجای گوسفند را دوست می دارد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا دست راست گوسفند را دوست می داشتند، خبر دادند. بعد همانجا را بسیارتر زهرآلود کرد. وقتی که گوسفند را آورده ماندند، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ناله به دهانشان نزدیک کردند یا یک رسانیدند که گوشت به سخن در آمد. گفت که من زهرآلودم، مقصد نخورید. این یکی از معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که حتی مثلا گوسفندی که کشته شدگی از تو بیجان است سخن کرده بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند که دست بردارید که این گوسفند برای من خبر داد که این زهرآلود است. و با همون یک ناله‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دهان رسانیده بودند، همین تأثیری، همین عاقبت پیامبر صلی الله علیه و سلم با همین زهر وفات کردند. یعنی همین دلیل دارد و همین حدیث قوی است که این حدیث صحیح است. و این چنین این خیلی درباره معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که واقعا حتی نباتات و درخت‌های و سنگ‌های و به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام میداد، اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد. این بابی معجزه است.